بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از صفات اهل تقوا و اهل بهشت که در قرآن کریم ذکر شده اینه که وفی اموالهم حق للسائل والمحروم. مال و ثروتی که خداوند عزوجل داده فقط مال خانواده و فرزندان خودشون نیست، بلکه یه حقی برای کسانی که از اونها میخواهند یا کسانی که محرومند از این نعمتها، برای اونها هم حقی قائل هستند. امروز ما در شرایطی هستیم که اکثر مردم متاسفانه در تنگنا هستند. شرایط کشورمان، شرایط اقتصادی، تورم، گرانی ایجاب می کند که اهل خیر در این ایام بیشتر به سمت خیر بشتابند. فقرا، قشر کم درآمد برای مایحتاج زندگی خودشون نیازمند هستند. کیسه برنج نمیتونن فراهم کنند، روغنی نمیتونن خریداری بکنند. ماه مبارک رمضان را هم در پیش داریم، ماهی که مسلمانان نیاز به افطار و سحری دارند. مؤسسه خیریه محسنین الحمدلله همه ساله بر اساس وظیفه‌ای که دارد این تلاش را دارد که حتی الامکان به خانواده هایی که نیازمند هستند خوراکی هایی را برساند. و ما مطمئنیم، باور داریم در این شرایط سخت اگر ما به فکر کسانی که مشکلات بیشتری از ما دارند به فکر اونها باشیم، ان شاء الله الله عزوجل مشکلات ما را حل می‌فرماید. این سبدی که شما مشاهده می‌فرمایید یه سبد مختصری هست، ولی ما نیاز داریم که بیشتر از این به مستمندان برسیم. خداوند عزوجل همه ما را و همه اهل خیر را توفیق مزید عنایت بفرماید و مشکلات ما و جامعه ما را حل بگرداند.